خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 27 ایون است. نظر به سه خبری برنامه. پوتین دوباره آشوب گروه واگنر را خیانت نامید، ولی گفت سربازان این گروه را عفو خواهد کرد. اگر دخلت نیست خرج آهسته تر کن. تحقیق معلوم کرده است که ساکنان تاجیکستان بیشتر از درآمدشان مبلغ صرف می کنند. کدومش به فرزنده و لباس خرم و کدومش به پای افضل خرم، همش باید یک نقشه یک ترتیب معین باشه، نباشه شهر زندگی کردن نمیشه. 26 سال پیش حکومت تاجیکستان با مخالفین مسلحش آشتی کرد و این روز را وحدت ملی نامیدند. ساکنان در این باره چی می‌دانند؟ برنامه را با موضوع آشوب گروه واگنر در روسیه آغاز می‌کنیم که هنوز بحثش در سرخط رسانه‌های جهان باقی است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 26 ایون در یک پیام تلویزیونی گفت تشکیل کنندگان این شورش محاکمه خواهند شد. او به جنگجویان واگنر پیشنهاد کرد که به خانه‌هایشان برگردند یا به بلاروس بروند یا با وزارت دفاع روسیه قرارداد بندند. همکارم شهلوی گلخوجه در این باره گزارش تهیه کرده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نخستین اظهارات عمومی خود پس از پایان شورش کوتاه مدت در کشورش در آخر هفته آشوب مسلحانه زرخرید واگنر را محکوم کرد. او همزمان گفت آگاهانه برای 24 ساعت ادامه یافتن آشوب اجازه داده است تا از خونریزی جلوگیری شود و با این وحدت ملی را تحکیم بخشید. این همراهی مردمی نشان داد که همه گونه تهدید، هر کوشش ایجاد ناآرامی‌های داخلی ناکام می شود. ما شاهد متحدی بزرگ جامعه شدیم. پوتین اقرار نمود که آشوب آخر هفته گذشته باعث خونریزی شد و در این کار گروه واگنر را ابدار کرد. آنها با خیانت به وطن به خلق خود خیانت کردند. به نفرانی که آنها را به جنایت تله کردند خیانت کردند. دروغ می گفتند. آنها را به مرگ به آتش تله می دادند تا مردم خود را کشند. دشمنان روسیه ملتگرایان در کیف، خواجگان غربی آنها و هر گونه خائنان ملی برادرکشی را می خواستند. آنها می خواستند سربازان روس همدیگر را بکشند. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. چون به نظر می رسد که این اظهارات تلویزیونی هدف کشیدن خط در زیر شورش بود که رهبران سرشماری غربی آن را همچون افشای آسیب پذیری پوتین پس از حمله به اوکراین ارزیابی نمودند. پیشتر از این روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت او با همپیمانهای کلیدی درباره شورش صحبت کرد تا مطمئن شود که همه پاسخها هماهنگ شده هستند. آنها با من راضی شدند که باید اطمینان داشته باشیم و به پوتین امکان بهانه را ندهیم. ما تاکید نمودیم که به پوتین یگان بهانه نداده ایم که در این غرب و ناتو ایبدار شود. ما واضح فرمودیم که در این کار دست نداریم. این بخشی از مبارزه در داخل نظام روسیه است. به قول جان کیربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید پیام بایدن را درباره دست نداشتن غرب به این آشوب مستقیما توسط راه‌های مختلف دیپلماتی به جانب روسیه رسانیدند. ما با روس‌ها در روزهای استراحت رابطه مستقیم و خوب داشتیم. امید داریم که می‌توانیم پیش رویم. بعد از حوادث روزهای استراحتی بها دادن به آنکه واگنر همچون گروه به کدام سمت حرکت می‌کند و یا پریگوژین از نگاه رهبریش تا کجا خواهد رفت خیلی بر وقت است. یوگنی پریگوژین رهبری گروه واگنر گفت هدف از شورش که آن را مارش عدالت نامیده است برکنار نمودن فرماندهان فسادزده و ناتوانبین روسیه از جمله سرگئی شویگو وزیر دفاع بود. تخمینا ساعت 23 به وقت مسکو توسط تلویزیون پوتین را در ملاقات با رهبران شعبه‌های امنیتیش از جمله شویگو نشان دادند، اما پوتین درباره تغییرات کادری در وزارت دفاع چیزی نگفت. یک پژوهش کمیته آمار تاجیکستان معلوم نموده است که در کشور خانواده‌ها نسبت به درآمدشان خرجشان بیشتر است. بر اساس این تحقیقات که رسما نشر شده است در سال 2022 درآمد میانه پولی بسری هر نفر 755 سومانی
ولی خراجات کم بیشتر از 855 سومانی را تشکیل می‌دهد. همکارم علیشیر ظریفی و امیر سویف در این باره گزارش تهیه نمودند. خرج مولی خانواده این مرد نظر به درآمدش بیشتر است. او در این زمین آبچکاری میکند و یکی از فرزندانش در جای دیگر فراشیکی در عموم ماهی 1500 سومانی درآمد دارند. در این زندگی اگر گیریم این زمانه که حاضره این معاش ها موافقت نمیکنم با خاطری که محصولات هم قیمت شدگی من گویم خوراک هم قیمت شدگی این طرف با گویم که خیلی پولی برق پولی مثلا او پولی مثلا این چیزای پرداخت کردن در کورکو. در خانواده اکبر یعقوبوف که 5 نفرند خرج و دخل مالی خانواده را نه همیشه حساب میکنند. نه اونقدر جوش میشد که حساب کتاب میکنیم یک چیز مونم میگیریم و جوش میشد که خیلی اونقدر دقت نمیتیم. بعضی کارشناسان بر این نظرند که مثل اکبر یعقوبوف در تاجیکستان اکثر ساکنان نه همیشه دخل و خرجشان را از قبل تحریزی میکنند. شورا لطیفوف کارشناس مسائل اجتماعی میگوید دانش مالی خانواده ها پست است. بنابراین نمیتوانند خرج و درآمد خود را درست زیر نظارت گیرند. این یکم درجه نادرست استفاده بردن مبلغ ها، صرف کردن مبلغ ها، اداره کنی خودی مبلغ های اویله. ما آنالیز کرده برو اومدیم که معاش میانه در خود دوشنبه در مرکزهای خوجند یا باختر در بخش خصوصی به حساب میانه از 2 تا 3 هزار سومانی است. اگر فرض کردیم در یک عائله 3 نفر کار کند به حساب میانه 6000 سومانی معاش میگیرند. لیکن همین مبلغ های هم افسوس در عائله اداره کرده نمی شود و سطح نیکو احوال عائله بلند برداشته نمی تواند. یک پرسش رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که نظر ساکنان درباره دخل و خرج خانوادگی و شیوه حساب کتاب آن گوناگون است. وقتی که معاش میگیری وقتی که یگان درآمد میشد نقشه میگیری که همین کجا استفاده برم چند خش عید و استفاده برم چند خش کدام معرکه به استفاده برم یا خانواده و کدامش به فرزنده و لباس خرم و کدامش به پای افضل خرم همش باید یک نقشه یک ترتیب معین باشه نباشه شهر و زندگی کردن نمیشه. اکو راست دیگه پگم من خودم خیلی من نمیکنم من خانواده‌ام هم اکومی آوردم میتونم خودم باور کنید چی راست خود ایدیوتی نمیگم من اکوم بچورم گاو میزنم اول خود اکوش آوردم میتونم ای قرض میگیره قرض میگیره تا پنسه گرفتن میتونم با این معاش زندگی بسیار مشکل است خصوصا همین شب و روز معاش توغری نمیگیره نرخ نوا گرانه. هرچند ساکنان از معاش پست و افزایش نرخ نگرانی دارند ولی کارشناسان شیوه استفاده مبلغ و وجود یک نقشه درست را برای بودجه خانوادگی مهم ارزیابی میکنند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان حجم مزد مهنت حداقل 600 سومانی معادل کم بیشتر از $60 آمریکایی است. مقامات کرد در سوریه میگویند اعضای خارجی داعش را بعد از سالها بازداشت و نگهداری محاکمه خواهند کرد. گپ درباره بیش از 10,000 نفر می رود که ممکن است در بینشان تاجیکان نیز باشند. چرا چنین تصمیم گرفته شد؟ در گزارش صدای آمریکا و در تقدیم کیومرثی عطا میبینیم. مقامات کرد در شمال و شرق سوریه به محاکمه جنگجویان داعش یا گروه تروریستی دولت اسلامی آماده می شوند. آنها چند سال باز در بازداشت هستند و به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهمند. نیروهای کرد زیاده از 10,000 جنگجوی را در سال 2019 هم با پشتیبانی آمریکا و قوه‌های بین المللی هنگام شکست دادن گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. مقامات محلی میگویند که محاکمه جنگجویان برای آن در سوریه میگذرد که کشورهای اصلیشان آنها را سراغ نکردند و بازپس نگرفتند. بنا به قانون‌های بین المللی حقوق بشر این آدمان حق دارند که محاکمه شوند. آنها دیگر نمی‌توانند بدون مرافعه در بازداشتگاه بمانند. دادگاه باید جنایت و جزای آنها را معین کند.
ماموریت زیر رهبری کردها از جانب هیچ طرف در داخل و بیرون سوریه به رسمیت شناخته نشده است و این دریافت پشتیبانی بین المللی را برای محاکمه جنگجویان دشوار می‌گرداند. با وجود این مقامات کرد میگویند که تصمیمشان به برگزاری مرافعه اعضای دولت اسلامی جدی است. جامعه بین المللی بخصوص سازمان های حقوق بشر باید به برگزاری این مرافعه ها مدد کنند. سازمان ملل متحد باید چنین تلاش های کمک به برگزاری مرافعه ها را سروری نماید. مقامات میگویند از بس که اعضای داعش در صادر کردن جنایت علیه مردم سوریه متهم هستند، محاکمه آنها در اینجا اهمیت دارد. آنها در اینجا آدم کشتند. ما می‌خواهیم مرافعه‌شان در همین جا گذرد. ما به طور قطعی این مرافعه ها را پشتیبانی میکنیم. امید داریم که جامعه جهانی برای به دادگاه کشیده شدن این آدمان به ما یاری میدهند. در حالی که بعضی از مرافعه ها در راهند، معلوم نیست که نتیجه هایشان را یگان نهاد بین المللی یا حکومت ها اعتراف خواهند کرد یا نه. از سال 2014 از آغاز تأسیس گروهی به نام دولت اسلامی حدود 3000 شهروند تاجیکستان به این گروه پیوستند. بسیاری از آنها اکثرا مردان در جنگ ها کشته شدند و تعداد نامعلومی دیگر در اردوگاه‌های سوریه منتظر محاکمه هستند. دولت تاجیکستان صدها نفر را از این کشور برگرداند، بخصوص کودکان را به کشور برگرداند، بعضی آنها را جزا داد، بعضی به حیات آسایشته برگشتند، از جمله زنها و مردان را. 26 سال پیش در روز 27 ایون دو طرفی درگیری جنگ داخلی در تاجیکستان با هم دست دادند و جنگ خونین خاتمه یافت. جنگ شهروندی که 5 سال دوام کرد خرابی های زیادی به جای گذاشت که هنوز آثارش دیده می شود. هر سال 27 ایون را همچون روزی وحدت ملی جشن می گیرند و همکارانم شهلای عبدالله و سروناز روح‌الله از راهگذران پرسیدند که می دانند امروز چگونه اید است و چی تاریخ دارد؟ 27 ایون ایدی وحدت ایدی وحدت های؟ İlginç koydunuz. İlginç koydunuz. سال 1997 27 ایون سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی در مسکو. بین کی این سازشنامه امضا شد؟ بین ملت تاجیک، گروه اپوزیسیون و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اومده. سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی یا رضایت ملی کی کدام روز انیخترش کدام سال 27 ایونی کدام سال امضا شده است؟ بین کی؟ بین نمایندگان اپوزیسیون کتی امی حضورانگی و حکومت حضورانگی. سازشنامه بین با فکری من اون سالایی که وحدت ملی من خورد بودم، این بین امو یعنی که با راهبری یعنی پیشوای ملت جناب عالی همه خلق تاجیک متحد کرده شد. برای خاتمه دادن جنگ، برای که آدما باید در صلح و آسایشتگی زندگی کنند که جنگ این به فکرم به یگان پیشروی به یگان چی نمیکنه. یعنی مردم میخواد که آسایشتگی در زندگی کند، میخواد که صلح و ثبات در زندگی کند. برای اینکه بعد همون وقتا چند پیشروی در تاجیکستان خودمون دیده میشود و ما بسیار خرسندیم که در همین آسایشتگی صلح و ثبات زندگی میکنیم. با همین برنامه ما به پایان رسید. سپاس که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت و هر لحظه شما می توانید از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما باشد.